بعد از پیروزی انقلاب 2 مشکل بزرگ ذهن انقلابیون رو به خود مشغول کرده بود. باید قوانین جدیدی نوشته می شدن. قوانینی که ضمانت می کرد حقوقی که توسط رژیم پیشین نقض شده بودن دیگه نقض نشن. این قوانین باید به مدت طولانی مورد وثوق و اطمینان مردم باشن، یعنی مبنایی داشته باشن که فقط به درد نسل فعلی نخورن، بلکه برای نسل‌های آینده هم مورد استفاده باشن. مشکل اینجا بود که این قوانین مشروعیت و مرجعیت خودشون رو از کجا باید می‌گرفتن و از اینجا بود که 2 مسئله مشروعیت و مرجعیت قانون ذهن انقلابیون رو به خود مشغول کرد. سلام، شما به 65مین اپیزود از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون کتاب‌ها رو دستاویز قرار میدم تا درباره مسائلی که به نظرم مهم میان و در اون کتاب به اونها پرداخته شده بحث کنم. این اپیزود قسمت 4 از مجموعه اپیزودهاییه که به کتاب انقلاب نوشته هانا آرنت اختصاص پیدا کرده. من تا این قسمت و از قول هانا آرنت گفتم که انقلاب‌ها اگه از هدف خود یعنی بنیادگذاری آزادی فاصله بگیرن و به جای آزادی رهایی رو مد نظر قرار بدن، خود را از آغازی تازه محروم کردن. یعنی انقلاب درگیر رفع ضرورت‌های زندگی میشه و انقلابیون تلاش برای بنیادگذاری آزادی رو رها میکنند. آرنت با اشاره به فقر و سیاه‌روزی مردم فرانسه و در مقابل عدم وجود این سیاه‌روزی در مردم آمریکا استدلال میکنه که وقتی توده‌های فقیر جامعه وارد عرصه عمومی شدند، خواه ناخواه اهداف انقلاب رو به سمت رفع ضروریات زندگی سوق دادند و انقلاب رو از هدف خود که بنیادگذاری آزادیه منحرف کردند. آرنت خطر حضور توده‌هایی که نه از روی تکثر بلکه به واسطه یک خواسته مشترک یعنی رفع ضرورت‌های زیستی با هم متحد شده بودن رو قبلتر در توتالیتاریسم و وضع بشر نشون داده و سعی کرده بود با بررسی اعلامیه حقوق بشر فرانسه و متمم‌های قانون اساسی آمریکا نشون بده که چون در آمریکا ضرورت‌های زیستی یا مسئله اجتماعی وجود نداشت یا دست کم اونقدری نبود که جریان ساز بشه، انقلاب آمریکا به سمت محدود کردن دایره اختیارات دولت حرکت کرد. اما در اعلامیه حقوق بشر فرانسه مسئله اجتماعی پیش نیاز تشکیل حکومت دونسته شد. اگه به اعلامیه استقلال آمریکا که قبل از متمم‌های قانون اساسی نوشته شده نگاه کنیم، عباراتی مشابه اعلامیه حقوق بشر فرانسه می‌بینیم که اصلاً عجیب نیست، چون اعلامیه حقوق بشر فرانسه تحت تاثیر اعلامیه استقلال آمریکا نوشته شده. در اعلامیه استقلال آمریکا آمده که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و خداوند به اونها حقوقی اساسی اعطا کرده که عبارتند از حق زندگی، حق آزادی و حق پیگیری خوشبختی خیش و برای دستیابی به این حقوق بوده که دولت‌ها از طرف مردم تشکیل شدند. یعنی اعلامیه استقلال آمریکا این فرض رو میپذیره که حکومت‌ها برای این تشکیل شدند که از یک سری حقوق اساسی محافظت کنند که در اعلامیه حقوق بشر فرانسه این حقوق عبارتند از آزادی، دارایی، امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب. آرنت در فصل 3 کتاب دست روی پیگیری خوشبختی میگذاره که در قسمت قبل به اون پرداختیم. حال موقع اون رسیده که به مسائلی که بعد از پیروزی انقلاب‌های فرانسه و آمریکا رخ دادن بپردازیم و ببینیم چه شد که سرنوشت این 2 انقلاب تا این حد با هم متفاوت از کار در اومد. همونطور که گفتیم هدف نهایی انقلاب بنیادگذاری آزادیه و کار حکومت انقلابی تأسیس نهادیه که این آزادی رو تامین کنه و از انقلاب‌های فرانسه و آمریکا میدونیم که این نهاد جمهوریه. انقلاب‌ها 2 مرحله کلی دارند. مرحله اول مرحله طغیان و رهاییه که سرشار از شور و هیجانه و معمولاً با خشونت همراهه. مرحله دوم اما آرامتره و صرف بنیادگذاری آزادی میشه. اما نکته اینجاست، مرحله دوم که بسیار مهمتر از مرحله اوله اغلب به فراموشی سپرده میشه، چون برای مورخ
جذابیتی نداره و به همین خاطر فرایند بنیادگذاری آزادی که با قانونگذاری یا به طور دقیق‌تر با نوشتن قانون اساسی شروع میشه اغلب نادیده گرفته شده. به غیر از جذاب نبودن مرحله دوم، مشکل دیگه‌ای هم وجود داره و اون این که تقریباً هیچ چیز انقلابی در مفاد قانون اساسی وجود نداره. آرنت مثال میزنه که تصور یک حکومت مشروطه که قدرت توسط قانون محدود شده تصوری انقلابی نیست. حتی آزادی‌های مدنی که توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شدن هم انقلابی نیستند. هدف از این کار محدود کردن قدرت در تجاوز به حقوق مردمه. در واقع این آزادی‌ها همگی منفی هستند و قدرت و اختیار محسوب نمیشن. این آزادی‌ها در مقابل سوء استفاده از قدرت مسئولیت ایجاد میکنن. اما انقلاب و روح انقلابی به دنبال آزادی‌های مثبته، یعنی حق تعیین سرنوشت توسط مردم. اما آرنت ادعا میکنه درسته که در مفاد قانون اساسی عاملی انقلابی وجود نداره، اما در امر تدوین قانون اساسی واقعا عاملی انقلابی وجود داره. مبنای ادعای آرنت انقلاب‌هایی که بعد از انقلاب آمریکا رخ دادن. دو نوع انقلاب بعد از انقلاب آمریکا رخ دادن. اولی انقلاب‌هایی هستند که وضع دائمی پیدا کردن، یعنی انقلاب‌هایی که پایانی ندارن و مدام باید برای تغذیه روحیه انقلابی خوراک تهیه کنن، مثل انقلاب روسیه و چین. و نوع دوم انقلاب‌هایی هستند که بعد از جنگ جهانی اول در اغلب کشورهای اروپایی یا در مستعمراتی که تونستن استقلال خود رو به دست بیارن رخ دادن. انقلاب‌های نوع اول به بنیادگذاری آزادی نرسیدن و احتمالاً نخواهند رسید. انقلاب‌های نوع دوم نیز به بنیادگذاری آزادی نرسیدن، اما به زعم آرنت تونستن با محدود کردن حکومت تا حدی آزادی‌های مدنی رو تضمین کنند. اما قانون اساسی در این کشورها نتیجه انقلاب نبود، بلکه نتیجه شکست انقلاب بود. این قوانین حاصل کار متخصصان و کارشناسان بود، نه مردم. حتی قانون اساسی فرانسه هم از این امر مستثنا نبود. در واقع آرنت سعی داره بگه که قانون‌های اساسی به غیر از قانون اساسی آمریکا حاصل شکست انقلاب بوده و به مردم تحمیل شدن، در صورتی که در آمریکا قانون اساسی از طرف مردم به حکومت اعطا شد. گواه آرنت بر این ادعا اینه که بعد از جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب در اکثر کشورهای اروپایی که به برچیده شدن نظام پادشاهی در این کشورها منتهی شد، قانون اساسی این کشورها توسط متخصصین و از روی قانون اساسی آمریکا نوشته شد که روی کاغذ میبایست موفق میبود، اما در واقع 15 سال بعد از سقوط حکومت‌های سلطنتی و با روی کار اومدن رژیم‌های دیکتاتوری نشون دادن که نه تنها کارآمد نیستند، بلکه به بنیادگذاری آزادی یا سازمان سیاسی جدید منجر نشده بودند. آرنت در بحث پیرامون مفهوم کانستیتوشن نشون میده که این مفهوم معنایی دوگانه داره که یکی به معنای تأسیس کردن و دیگری به معنای قانونگذاریه و باید بین این دو مفهوم فرق قائل شد. آرنت می‌نویسه قانون اساسی بر دو قسم است. یکی آن که به وسیله حکومتی غیر انقلابی اختیار می شود، زیرا مردم حتی به کمک انقلاب نتوانستند حکومتی از خود تأسیس کنند. دیگر آن که به قول گلادسون از تاریخ پیشرو یک ملت برآمده است و نتیجه کوشش آگاهانه همه مردم برای بنیادگذاری یک سازمان جدید سیاسی است. بنابراین نمیتوان این دو را به یک نام واحد خواند و یک نتیجه را از هر دو توقع داشت. پس به زعم آرنت قوانینی که توسط مردم نوشته شده و به حکومت تفویض میشن خصوصیتی انقلابی دارند، اما بقیه قوانین چنین نیستند. قوانینی که توسط متخصصین نوشته میشن تلاش دارند تا حکومت رو محدود کنند و به نهادینه کردن آزادی که به معنای مشارکت مردم در اداره امور کشور نمیرسند. مشابه این نوع قانون نویسی رو ما در مشروطه تجربه کردیم. اما از بین رفتن آزادی فقط توسط حکومت صورت نمیگیره. خطر بزرگتری که آزادی رو تهدید میکنه نه از جانب حکومت بلکه از طرف اکثریته. بنیادگذاران آمریکا به این خطر توجه ویژه‌ای داشتند. مثلا مدیسون در مجموعه مقالات فدرالیست مینویسه در یک جمهوری بسیار مهم است که نه تنها جامعه در برابر ستمگری فرمانروایان حفظ شود، بلکه هر بخش از آن
از بیدادگری بخش دیگر مصون بماند و حقوق افراد یا اقلیت در مقابل گروه بندی های سودجویانه اکثریت محفوظ باشد. برای رسیدن به چنین جامعه‌ای شکل مشروطه حکومت کافی نبود، چون فقط تضمین می‌کرد که حاکمان به مردم ظلم نکنند و طبق قانون عمل کنند. یعنی در واقع اگر نظر آرنت رو در مورد انقلاب قبول کنیم، باید به این نتیجه برسیم که انقلاب مشروطه که هدفش برقراری یک حکومت مشروطه و قانونمند بود رو نباید انقلاب به معنای مدرن و مد نظر آرنت خوند، چون مشروط کردن حکومت به قانون به بنیادگذاری آزادی نمیرسه. برای پیاده سازی شق دوم، یعنی جلوگیری از استبداد اکثریت، باید سازمانی نو پیاده میشد که با حکومت محدود یا مشروطه قابل پیاده سازی نیست. توکوویل در مشاهداتش از جامعه آمریکا متوجه این سازمان جدید شده بود که اجازه میداد طبقه قدسات در آمریکا جایگاهی شبه اشرافی پیدا کرده و در مقابل استبداد اکثریت بایستند. و علاوه اینکه ساختارهایی ایجاد شده بود مثل قوه قانونگذاری دو مجلسی، قوه مجریه با مقداری نیروی ابتکار و خویشتن‌داری و قوه قضاییه مستقل در کنار عدم تمرکز اداری که اجازه نمیداد همه تصمیمات از مرکز گرفته شده و بدون توجه به نیازهای اقلیت در کل کشور اجرا بشن. پس برای بنیادگذاری آزادی، حکومت قانون بر مبنای قانون اساسی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید یک نظام تازه قدرت به وجود آورد. از منشور حقوق بشر فرانسه نمیشه خلق یک نظام تازه قدرت رو انتظار داشت، چون حقوقی که در منشور حقوق بشر فرانسه اومده از حکومت مستقلند. یعنی میگه هر انسانی به صرف انسان بودنش این حقوق رو داره و حکومت باید از این حقوق محافظت کنه. ولی مشخص نیست که اگر حکومتی این حقوق رو زیر پا گذاشت چه میشه. لیست کردن این حقوق برای یک حکومت خودکامه و دلیل آوردن که این حقوق ذاتی نوع بشره و نباید زیر پا گذاشته بشه، آیا میتونه جلوی ظلم و ستم به مردم رو بگیره؟ برعکس، در قانون اساسی آمریکا کاملا مشخص شده که چه نوع حکومتی و با چه سازوکاری باید وجود داشته باشه تا از این حقوق پاسداری کنه. چرا که بنیادگذاران آمریکایی آگاه بودند که با فرض وجود یک نهاد سیاسی این حقوق قابل اعطا به انسان هاست و انسان ها به خودی خود از این حقوق برخوردار نیستند، بلکه باید عضوی از نهاد سیاسی باشند تا این حقوق به اونها تعلق بگیره. یعنی این حکومته که این حقوق رو به مردم میده، نه طبیعت. پس باید حکومت رو طوری ترتیب داد که توانایی اعطای این حقوق رو به اعضاش داشته باشه. به همین دلیل هم است که آرنت انقلاب آمریکا رو پیروز میدونست، چون انقلابی بود که به تأسیس یک نهاد حکومتی جدید منجر شد. نهادی که سعی داشت آزادی سیاسی رو تأسیس کنه. در میان کسانی که بنیادگذاران آمریکا به آثار اونها توجه می‌کردند، تنها کسی که اعتقاد داشت قدرت و آزادی لازم و ملزوم یکدیگرند مونتسکیو بود. از نظر مفهومی آزادی سیاسی یعنی توانستن، نه اینکه فقط بخواهیم. یعنی وقتی میتونیم از آزادی سیاسی صحبت کنیم که توانایی یا قدرت انجام کاری یا عدم انجام کاری رو داشته باشیم. این توانایی همون آزادیه. اگه دقت کرده باشید متوجه تفاوت بسیار عمده مفهوم آزادی نزد آرنت و فیلسوفان اگزیستانسیالیسم میشیم. از نظر اگزیستانسیالیست‌ها آزادی برابر بود با حق انتخاب. در واقع آزادی در فلسفه اگزیستانسیالیسم منفعله، یعنی وابسته است به انتخاب‌هایی که پیش روی آدمی قرار دارن که این انتخاب‌ها میتونن توسط محیط یا حکومت کاهش یا افزایش پیدا کنن. اما آزادی در بینش آرنت فعاله،
یعنی این آزادیه که انتخاب‌ها رو میسازه، چون قدرت انجام کار یا عدم انجام کار رو در خود داره. پس مسئله این میشه که چه کار باید کرد که قدرت ضعیف یا نابود نشه، چون با ضعیف یا نابود شدن قدرت در واقع قلمرو آزادی انسان ضعیف یا نابود میشه. یا اجازه بدید اینطور صورت مسئله رو بیان کنیم. به زعم لاک وظیفه حکومت محافظت از حقوق اساسی انسان، یعنی حق حیات، آزادی و مالکیته که در اعلامیه استقلال میشه حق زندگی، آزادی و پیگیری خوشبختی خویش. اما همونطور که اشاره شد، اگه خود حکومت به این حقوق دست درازی کنه چی؟ یعنی اگه حکومت از قدرتی که به واسطه مردم به دست آورده سوء استفاده کنه چه خواهد شد؟ یا چه کسی میتونه جلوی دست درازی حکومت و زیر پا گذاشته شدن حقوق اساسی افراد رو بگیره؟ اینجاست که مونتسکیو اصل توازن قوا رو پیشنهاد میکنه، چرا که به زعم مونتسکیو تنها قدرته که میتونه جلوی قدرت رو بگیره. آرن در پاورقی صفحه 214 کتاب مینویسه این جمله در روح القوانین کتاب 11 فصل 5 آمده است و به صورت کامل چنین است: برای اینکه کسی نتواند از قدرت سوء استفاده کند، باید ترتیب امور به طوری باشد که قدرت جلوی قدرت را بگیرد. در نگاه نخست ممکن است اینگونه به نظر برسد که قدرت قوانین باید جلوی قدرت افراد را بگیرد، ولی این نظر گمراه کننده است. اما چرا گمراه کننده است؟ آرن در صفحه بعد می نویسه شکی نیست که خشونت می تواند قدرت را نابود کند. این امر در حکومت‌های استبدادی پیش می آید که خشونت یک تن قدرت جماعت را نابود می کند. لذا این نوع حکومت به عقیده مونتسکیو خود از درون نابود می شود و می میرد، زیرا به عوض قدرت ناتوانی به وجود می آورد. اما به خلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، قانون نمی تواند جلوی قدرت را بگیرد یا دست کم نمی تواند این کار را به نحوی مؤثر انجام دهد. آنچه در حکومت مشروطه و محدود و قانونی قدرت یک فرمانروا خوانده می شود و تحت نظارت قرار دارد، در واقع قدرت نیست، خشونت است. از طرف دیگر همیشه این خطر وجود دارد که قدرت جماعت قوانین را براندازد. البته در ستیز میان قانون و قدرت، قانون به ندرت ممکن است پیروز شود. با این همه باید فرض را بر این قرار داد که قانون قادر است جلوی قدرت را بگیرد و کاربرد آن را تحت نظارت داشته باشد. مشکل اینجاست که با چنین فرضی محدودیتی که قوانین برای قدرت ایجاد می‌کنند به کاهش تأثیر قدرت می‌انجامد. تنها چیزی که می‌تواند هم جلوی قدرت را بگیرد و هم در عین حال آن را سالم و دست نخورده نگه دارد خود قدرت است. به راحتی میشه در جملات بالا به جای قدرت از لفظ آزادی استفاده کرد. این فهم از قدرت یا آزادی مبنای اصل توازن قوا در اندیشه مونتسکیو که به غلط تقسیم قوا ترجمه شده. در تقسیم قوا قدرت بین بخش‌های مختلف قسمت میشه. یعنی یک قدرت داریم که به سه قدرت کوچکتر تقسیم شده. یعنی هر بخش قسمتی از قدرت بخش دیگر رو گرفته که این امر به کاهش قدرت کلی منتهی میشه. اما در توازن قوا اینطور نیست. چرا که از یک طرف باعث میشه که یک بخش از حکومت قدرت رو انحصاراً در اختیار خود نگیره یا این آزادی رو نداشته باشه که هر کاری میخواد بکنه، و از طرف دیگه سازوکاری در درون حکومت ایجاد میکنه که دائما قدرت بیشتری تولید میشه بدون اینکه قدرت سایر بخش‌ها کاهش پیدا کنه. یعنی در اینجا هم بحث محافظت از قدرته و هم بحث نظارت بر قدرت. مسئله‌ای که ذهن بنیادگذاران آمریکا رو هم به خود مشغول کرده بود، اینکه چطور میشه 13 ایالت رو که هر کدوم حق حاکمیت مخصوص به خود رو داشتن و حکومت جمهوری تشکیل داده بودن رو دور هم جمع کرده و یک جمهوری مؤتلفه تشکیل داد که نه تنها قدرت هیچ کدوم از ایالت‌ها کم نشه، بلکه با این اتحاد قدرت اونها افزایش پیدا کنه و هیچ کدوم دیگری رو نابود نکنند. در واقع قدرت اتحادیه نباید از قدرت ایالت‌ها برای قوی‌تر شدن تغذیه می‌کرد که به معنای ضعیف‌تر شدن ایالت‌ها بود. چیزی که در تقسیم قوا اتفاق میفته که در نتیجه به ضعیف‌تر شدن قدرت مرکزی هم منجر میشد. به بیان دیگه برای اینکه قدرت فدرال قدرت قوی باشه نباید اختیارات ایالت‌ها رو از اونها میگرفت. مدیسون مینویسه ایالت‌ها نباید قدرت خود را به حکومت مرکزی واگذار کنند. قدرت حکومت مرکزی باید افزون شود و از این قدرت
باید برای نظارت بر کاربرد قدرت قابل ملاحظه‌ای که در دست حکومت‌های ایالات باقی می‌ماند استفاده کرد. در واقع به نظر من اینطور میرسه که قدرت حکومت مرکزی از جمع قدرت‌های ایالات به دست می‌اومد، نه از تمرکز این قدرت یا اختیارات در مرکز. در واقع خودگردانی محلی باعث قدرتمندتر شدن حکومت مرکزی میشد، چون قدرت حکومت مرکزی در قدرت ایالات نهفته بود و هرچه ایالات قدرتمندتر میشدند یا آزادی در اونها بیشتر میشد، قدرت دولت فدرال بیشتر میشد. پس دولت فدرال برای اینکه قدرت خودش کاهش پیدا نکنه باید از قدرتمند شدن ایالات حمایت میکرد که این به معنای نظارت بر کاربرد قدرت توسط این ایالت ها بود. یعنی اجازه نده که این ایالات از قدرت خود سوء استفاده کرده و قدرت سایر ایالات یا آزادی مردم رو تهدید کنند. با ادبیات آرنت این کار یعنی برداشتن حاکمیت از سازمان سیاسی جامعه که البته توکوویل همون را احساس کرده بود و در اولین برخوردش با آمریکا پی برده بود که در آمریکا دولت به اون معنا که در اروپا وجود داشت وجود نداره و همین باعث شد که لیبرالیسم در آمریکا فضای مساعدتری برای رشد پیدا کنه تا در اروپایی که دولت به جایگاه خدایی رسیده بود. اعتمادی که آمریکایی‌ها به قدرت داشتند در برابر عدم اعتماد اروپایی‌ها به قدرت یکی دیگه از عواملیه که به شکست انقلاب در فرانسه و پیروزی اون در آمریکا منجر شد. عامل مهم دیگه در انقلاب اینه که جامعه قبل از انقلاب چه تعبیری از آزادی و قدرت داشته. از نظر تاریخی واضح‌ترین تفاوتی که بین جامعه آمریکا و جامعه فرانسه وجود داشت نوع حکومتی بود که بر علیه اون انقلاب صورت گرفت. مردم آمریکا علیه حکومتی مشروطه و محدود دست به انقلاب زدند، اما مردم فرانسه علیه سلطنتی مطلقه. به نوشته آرنت هیچ چیز طبیعی‌تر از این نمی نماید که جهت و گرایش انقلاب از پیش به وسیله حکومتی تعیین گردد که در اثر انقلاب سرنگون شده است. به همین سیاق انقلابی که سلطنت مطلقه را سرنگون میکنه مطلقتر و مستبدتر خواهد شد. در انقلاب فرانسه خیلی طبیعی بود که مردم رو به جای پادشاه بنشونند و همونطور که اراده پادشاه فراتر از قانون و منشأ قانون دانسته میشد، اراده مردم هم فراتر از قانون و منشأ قانون دانسته شد، یا به عبارتی منشأ قانون و قدرت یکی بود که قبل از انقلاب در شخص شاه متمرکز بود و بعد از انقلاب در ملت. به نوشته CS نظریه پرداز سیاسی انقلاب فرانسه مقدم بر هر چیز وجود ملت است. ملت سرچشمه همه چیز است. اراده او همیشه قانونی و بلکه عین قانون است. حکومت صرفاً از آن رو که مبتنی بر قانون اساسی است میتواند به اعمال قدرت واقعی بپردازد. به عکس اراده ملی همیشه قانونی است، چون به هیچ چیز مگر واقعیت خود نیازمند نیست و خود منشأ هر گونه قانونیت است. در واقع در انقلاب فرانسه چیزی تغییر نکرد. سلطان اعدام شد اما سلطنت دست نخورده باقی موند. تنها چیزی که عوض شد نقش سلطان بود که این بار به مردم داده شد. مردم باید همچون یک تن و یک اراده واحد در می اومدن و در برابر اراده کلی که اراده کل ملت بود سر تعظیم فرود می آوردن. اما در انقلاب آمریکا وضع متفاوت بود. مردم آمریکا برعکس مردم فرانسه تجربه حکومتی مطلق که فراتر از قانون اعمال قدرت میکرد رو نداشتند. همه چیز حتی اگر ظالمانه بود اما خودسرانه و دل بخواهی نبود و در چارچوب قانون اعمال میشد. یعنی تفاوتی وجود داشت بین اراده فرد و قانون. در نتیجه مرجعیت قانون و مرجعیت قدرت یکی نبودند. قدرت اگرچه از مردم ناشی میشد اما قانون باید از سندی مدون به دست می اومد که همون قانون اساسی بود. پس در فرانسه اعتقاد داشتند که هم مرجعیت قانون و هم قدرت باید از مردم ناشی بشه. اما در آمریکا قدرت را از مردم میدونستند اما مرجعیت قانون رو نه. اینجاست که ما وارد بحث مرجعیت میشیم. بحثی بسیار مهم که در ادامه به اون خواهیم پرداخت.
همونطور که در مقدمه پادکست اشاره کردم، دو مشکل یعنی مشروعیت و مرجعیت قانون ذهن انقلابیون رو به خود مشغول کرده بود. در ادامه به مشکل اول یعنی مشروعیت قانون میپردازیم. دو مسئله در امر قانونگذاری وجود داشت. اول بحث تأسیس قدرت جدید بود. یعنی در ابتدا مجلسی تشکیل میشد به نام مجلس مؤسسان که کار این مجلس تأسیس قدرت جدید بود. تأسیس قدرت جدید یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی تا به این وسیله نشون بدن که حکومت قراره در آینده چه شکلی داشته باشه و چطور کار کنه. این مجلس بر مبنای قانون اساسی نیست چون قانونی وجود نداره. حال سوال اینجاست که این مجلس یا به عبارتی قدرت مؤسس مشروعیت خودش رو از کجا میگیره؟ مسئله دوم مسئله قوانینیه که در این مجلس تصویب میشن. این قوانین مشروعیت یا اعتبار خود را از کجا پیدا میکنن؟ در حکومت مطلقه این مشکلات وجود نداشت. با اینکه پادشاهان جاپای کلیسا و پاپها گذاشته بودند، اما مرجعیت خود را از منبعی مطلق که خارج و بالاتر از این جهان بود میگرفتند، یعنی از خدا. اما با فرارسیدن دوران جدید و زیر سوال رفتن مرجعیت پادشاهان این امر تغییر کرد. سیاس اعتقاد داشت که قدرت مؤسس مردم هستند، یعنی هرچه مردم بگن و هرچه بخوان تبدیل به قانون میشه و به اعتقاد خود مسئله رو اینطور حل کرد که مشروعیت مجلس مؤسسان از مردم میاد و مرجع قوانین نیز اراده ملت. اما مشخص شد که نمیشه به اراده ملت اعتماد کرد، چون اولا خواسته های مردم خیلی سریع عوض میشن و بر اساس چیزی متغیر نمیشد بنای استوار ساخت. دومی که فرد میتونست با عوام فریبی اراده ملت رو با خود همراه کنه و مثل ناپلئون بگه قدرت مؤسس یعنی من. در بهترین حالت در این سیستم با دیکتاتوری اکثریت طرفیم. اما در قانون اساسی آمریکا تلاش شد تا جایی که امکان داشت جلوی دیکتاتوری اکثریت گرفته بشه. این امر به این خاطر ممکن شد که مردم در قدرت مؤسس کسانی که قوانین اساسی ایالت‌ها و بعدتر قانون اساسی رو تدوین کردند تردید نکردند. کسانی که به مجلس قانونگذاری فدرال راه پیدا کردند قدرت خود را از ایالت خود به دست آورده بودند و تلاش داشتند برای حفظ قدرت خودشون هم که شده از قدرت ایالت خود کم نکنند. در واقع تلفیقی از ترس و اعتمادی که به قدرت داشتن باعث شد که شکل فدرالی حکومت ممکن بشه. حکومتی که قرار نبود با تضعیف ایالت‌ها یا گرفتن اختیارات از اونها قدرتمند بشه، بلکه قدرتش در آزاد موندن و قدرت ایالت‌ها نهفته بود. این ترس و اعتماد به قدرت ریشه در تاریخ مهاجرنشینان داشت. آرند از میثاق میفلاور نام میبره که 150 سال قبل از انقلاب آمریکا مهاجرانی که از کلیسای انگلستان جدا شده و به آمریکا رفته بودند بین خود بستند تا سندی برای برقرار کردن آزادی و برابری داشته باشند. ضمانت اجرایی این میثاق قول امضا کنندگان بود و هیچ نیروی دیگه‌ای وجود نداشت که در صورت تخلف اعضا به زور متوسل بشه، یا به زبان امروزی پلیسی وجود نداشت که جلوی ضایع شدن حق دیگری رو بگیره. آرند به درستی استدلال میکنه که این میثاق به این دلیل پابرجا موند و بعدتر در نوشتن قانون اساسی ایالت ماساچوست استفاده شد که هر یک از امضا کنندگان خود دارای قدرت بودند و ترس از اینکه دیگران بخواهند از آزادی و قدرت خود سوء استفاده کنند عامل بستن این میثاق بود. یعنی هم اعتماد به قدرت خود وجود داشت، یعنی تک تک افراد میدونستند که توان مقابله به مثل دارند، و هم ترس از قدرت دیگری وجود داشت. در واقع اگر کسی به حق دیگری تجاوز میکرد باید انتظار میداشت که اون فرد مقابله به مثل کرده و حقوق او رو ضایع کنه. مردم برای اینکه حقشون ضایع نشه خود به خود سعی میکردن حقوق دیگری رو به رسمیت بشناسن، ولی برای اینکه سندی وجود داشته باشه و همه اذعان کنن که حقوق دیگران رو به رسمیت میشناسن با یکدیگر میثاق بستند. به عبارت دیگه جامعه خود دارای قدرت تدوین، وضع و تصویب قوانین و تنظیم قوای حکومت بود و این قدرت را از جایی یا کسی نگرفته بود. به زعم آرند این تجربه به مردان انقلاب آمریکا یاد داد که عمل وقتی به نتیجه میرسه که به صورت تلاشی مشترک در بیاد. در متن این پیمان آمده ما رسما و متقابلا در حضور خداوند و یکدیگر عهد میبندیم
و با هم در جامعه مدنی و سیاسی مجتمع میشویم و به موجب این میثاق اندالاقتضا قوانین و احکام و مقررات و اساسنامه‌هایی را که شایسته و مناسب خیر عموم در این مهاجرنشین تشخیص داده شود بر مبنای عدل و برابری وضع و تدوین و تصویب می‌کنیم و نسبت به آن متعهد به متابعت و مطاوعت می‌گردیم. به عبارت دیگه با اینکه قدرت مردم این پیمان رو ممکن کرده، اما همین مردم فراتر از مفاد این پیمان نیستن و باید از مفاد اون اطاعت کنند. در واقع آمریکایی‌ها اعتقاد داشتن که طبیعت آدمی که از نظر اروپایی‌ها گناهکار بود رو میشه با پیمان‌هایی به حد و مرزهایی محدود کرد. ممکنه تصور بشه که این اقدام مهاجران میفلاور همون نظریه قرارداد اجتماعی معروف باشه. نظریه‌ای که تلاش داره خواستگاه اجتماع و حکومت رو توضیح بده. اما به نظر نمیرسه که این مهاجران با مبنای فلسفی این قرارداد آشنایی داشته باشند، خصوصا اینکه اولین متفکر مدرنی که به قرارداد اجتماعی میپردازه تامس هابزه که کتاب لویاتان رو 30 سال بعد از این میثاق نوشته و البته دید متفاوتی به قرارداد اجتماعی داره. طبق نظر هابز انسان‌ها ابتدا در وضع طبیعی هستند، یعنی تابعیت هیچ حکومتی رو ندارند، در وضعیت مدنی زیست نمی‌کنند و خشونت بر روابط اونها حاکمه. به منظور تأمین مالی و جانی خود از برخی آزادی‌ها و اختیارات خود چشم‌پوشی کرده و این اختیارات رو به مرجعی بالاتر که همون دولت واگذار می‌کنند و می‌پذیرند که دولت بر اونها حاکم باشه. اما در میثاق میفلاور چنین نیست. قرار نیست کسی اختیار خود رو به مرجعی بالاتر واگذار کنه، بلکه پیمانیه بین مردم که پایه و اساسش برابری همگان و قول و قراریه که آزادانه و صادقانه داده شده که نتیجهش میشه قدرت بیشتر مردم، چون اونها به یکدیگر میپیوندند و هیچ کس فرمانبردار دیگری نیست، چون همه فرمانروا هستند. در نتیجه حکمرانی غیر ممکن میشه. اما در قرارداد اجتماعی فرد قدرت خود رو به حکومت میده و تا وقتی که قدرت خود رو برای تغییر حکومت از حکومت پس نگیره قدرتی نخواهد داشت. آرنت میگه در پیمان متقابلی مثل میثاق میفلاور افراد چون باید در حضور دیگری عهد ببندند و به همدیگر متعهد شوند و وظایفی را به گردن بگیرند از انزوا خارج میشوند. اما در قرارداد اجتماعی چون این تعهدات در قبال دیگری به حکومت واگذار می شود، افراد منزوی می شوند. اینجا جا داره دوباره به مفهوم قدرت نزد آرنت اشاره کنیم. آرنت معتقده که قدرت فقط وقتی ایجاد میشه که افراد برای اینکه دست به انجام کاری بزنند با هم عهد ببندند و به هم ملحق بشن و زمانی از بین میره که این افراد پراکنده شده و همدیگر رو ترک کنند. در قول دادن و بر سر پیمان ایستادن انسان عنصری وجود داره که جهانسازی رو ممکن میکنه. یعنی قول دادن و وفای به عهد میتونه جهانی رو بسازه که بیشتر از اون که با امروز سر و کار داشته باشه با آینده سر و کار داره. عمل تنها فعالیتیه که به تعدد نیاز داره. یعنی حداقل باید دو انسان در ارتباط با هم وجود داشته باشن تا عمل بتونه مجالی برای ظهور پیدا کنه. قدرت هم همونطور که دیدیم با جمع شدن انسان‌ها حول یکدیگه برای انجام کاری خاص به وجود میاد. در نتیجه وقتی انسان‌ها با عهد و پیمان به یکدیگر میپیوندند، عمل و قدرت در امر بنیادگذاری دست به دست هم میدن. مهاجرنشینان میفلاور دور هم جمع شدند تا دست به عمل بزنند. این همون قدرتیه که آرنت از اون صحبت میکنه. عملی که اونها سعی داشتن انجام بدن بستن میثاق و عهد و پیمان برای ساخت یک جامعه سیاسی بود. در نتیجه قدرتی تأسیس شد که موجودیت خود را از راه قول و وفای به عهد حفظ میکرد، نه از راه قبول یک حکومت یا قدرت تأسیس شده. اما نباید با اشاره به این تجربیات گمان کنیم که بنیادگذاران آمریکایی با استناد به این تجربیات نوشتن قانون اساسی و ایجاد یک سازمان سیاسی جدید رو پیش گرفتند. بنیادگذاران آمریکایی اگرچه تحت تاثیر این تجربیات بودند، اما ذهنشون تحت تاثیر عصر روشنگری بود و به همین خاطر در اظهاراتشون تناقضاتی دیده میشه. مثلا آرنت در صفحات 254 و 255 کتاب می‌نویسه: در اعلامیه استقلال جفرسون از یک سو از رضایت و قبول مردم سخن میگوید که قدرت حقه حکومت‌ها باید از آن منبعث باشد و از سوی دیگر اعلامیه را با ذکر اصل پیمان متقابل به پایان میبرد.
و نه خود متوجه است و نه دیگران که بین قبول و قول متقابل که هر کدام ناظر بر یک قسم پیمان اجتماعی است تفاوتی ساده و ابتدایی وجود دارد. و از همینجا آرنت دوباره به زندگی نظرورزانه حمله میکنه و میگه اگه تفکرات از واقعیت‌ها و تجربه‌ها جدا نمیشد این اشتباهات رخ نمیدادند و تاریخ غرب دچار فقدان دقت و روشنبینی در عالم مفاهیم مربوط به واقعیات و تجربیات موجود نمیشد. از این بحث چه نتیجه‌ای میگیریم؟ گفتیم که در فرانسه مردم هم قدرت مؤسس و هم مرجعیت قانون شدند. در این حالت یا با دیکتاتوری یک عوام فریب مثل ناپلئون طرفیم یا با دیکتاتوری اکثریت که هرچه مردم بگن همون خواهد شد. مردم اما ممکنه امروز یه نظر داشته باشن و فردا نظر دیگه. پس بر مبنای رأی و نظر لحظه‌ای مردم نمیشه قانونی ساخت که نه تنها برای این نسل بلکه برای نسل‌های آینده هم مفید باشه. آمریکایی‌ها با جدا کردن قدرت مؤسس از مرجعیت قانون مشکل دیکتاتوری اکثریت رو حل کردند. به این معنا که قدرت مؤسس از مردم می اومد اما مرجعیت از سندی می اومد که نمایندگان مردم تهیه کرده بودند. نمایندگان مردم برای اینکه قدرت خود را از دست ندن تمام تلاش خود رو می کردن که در وضعی برابر با نمایندگان باقی ایالت‌ها قرار بگیرن. این مسئله یه مقدار پیچیده است که شاید بشه با یک مثال کمی اون رو آسان‌تر کرد. فرض کنید ساختمانی 10 واحدی داریم و همه ساکنان این 10 واحد مالک هستند و متراژ همه واحدها هم یکیه، یعنی همه با هم برابرن و سهم یکسانی از ساختمون دارن. ممکنه که تساوی برقرار نباشه، مثلا کسانی ثروت بیشتر یا سواد بیشتری نسبت به بقیه داشته باشن یا از نظر شغلی جایگاه بالاتری داشته باشن، اما اینها مهم نیستن. مهم اینه که در این ساختمون همه با هم برابرن و سهم یکسانی از ساختمون دارن. حال برای اداره این ساختمون لازمه که قوانینی وضع کنن. برای این منظور نمایندگان واحدها دور هم جمع شده و قوانینی تصویب میکنن. چون هر واحد سهم یکسانی از ساختمون داره، پس در نتیجه قدرت یکسانی هم داره. پس در مذاکره پیرامون قوانین ساختمان تمام تلاش خودش رو میکنه تا قدرت یا آزادی خودش رو از دست نده. اما قدرت یا آزادی هر واحد با قدرت و آزادی واحدهای دیگه محدود میشه. مثلا قانونی طرح میشه که هیچ واحدی حق نداره بعد از ساعت 11 شب مهمونی بگیره. ممکنه 6 واحد با این قانون موافق باشن، اما 4 واحد معتقد باشن که تا ساعت 1 بعد از نیمه شب اشکالی نداره، چون همه برابرند و حق و حقوقی دارن و در ضمن میخوان در کنار هم زندگی کنن. بحث باید تا اونجا ادامه پیدا کنه که همه واحدها رضایت داشته باشن، مثلا سر ساعت 12 به توافق برسن. این توافق مستلزم اینه که همه تا حدی از خواسته های خودشون دست بردارن، هم 6 واحدی که با 11 موافق بودن، هم 14 واحدی که با 1، و بر سر چیزی به توافق برسن که تقریبا همه راضی باشن. این سیستمی بود که تا حدودی در نوشتن قانون اساسی آمریکا پیاده شد. اما ممکنه هیچ کدوم از واحدها قبول نکنن که از حق خود عدول کنند و بر ساعت پیشنهادی خودشون اصرار میکنن. در نتیجه ممکنه کسی پیشنهاد بده که یک نفر رو که مورد قبول هم است انتخاب کنیم تا او تصمیم بگیره. در این حالت واحدها تصمیم میگیرن قدرت خود رو به کس دیگه ای واگذار کنند. این شخص دیگه ممکنه به نفع اکثریت یا اقلیت رأی بده یا ممکنه وسط رو بگیره. اما هر تصمیمی که میگیره دیگه جای چون و چرا نداره، چون همه از قبل تصمیم گرفتن که هرچه او گفت قبول کنند. حال ممکنه این یه نفر دست به یارکشی از بین اکثریت یا اقلیت بزنه و هر کس مخالفتی کرد با توسل به این افراد که منافعشون در گروه تصمیمات این یک نفره سرکوب بشه. یعنی اگه اونقدر خودخواه باشیم که نخوایم برای احترام به حقوق دیگران از حق خود بگذریم، 2 امکان به وجود میاد: یا در تیم برنده قرار میگیریم که هرچه ما بخوایم میشه، یا در تیم بازنده که هرچه دیگران بخوان. اما این وضعیت موقتیه، یعنی تا یه جایی تیم برنده میتونه ادامه بده. وقتی اجحاف به حقوق دیگران از یک حدی عبور کنه، دیگران از قوانین اطاعت نخواهند کرد یا به عبارتی قدرت را از تیم برنده پس خواهند گرفت. احتمال دیگه‌ای هم وجود داره و اینکه اعضای تیم برنده با هم به اختلاف بخورن و فردی که تا دیروز از این منافع برخوردار بود رو از حلقه قدرت بیرون کنن.
در این وضعیت ما یک اقلیت یا یک اکثریتی داریم که هر چه میخواد همون میشه و در مقابل یک اقلیت یا اکثریتی داریم که مدام حقوقشون ضایع میشه و این وضع هم از اونجا نشأت گرفت که افراد به میل خود از یک سری حقوق خود برای احترام به حقوق دیگران دست نکشیدند و قدرت خود رو به شخصی ثالث واگذار کردند. این اتفاقی بود که تا حدودی در فرانسه رخ داد. امیدوارم با این مثال تونسته باشم تفاوتی که بین میثاق و قبول وجود داره رو توضیح داده باشم. میثاق یعنی هر کس میپذیره که از حقوق خود کمی عدول کرده تا به تفاهم با دیگران برسه، اما قدرت تصمیم گیری خود رو برای خود نگه میداره. ولی در قبول هر کس مرجع بالاتر رو میپذیره و قدرت خود رو به دیگری واگذار میکنه تا دیگری برای او تصمیم بگیره. در آمریکا مردم به نمایندگان خود اعتماد داشتند چون میدونستن اونها تا حد امکان سعی میکنن از قدرت خود که منبعث از قدرت مردم بود نکاهند. اما مردم فرانسه این اعتماد رو نداشتند و نمایندگان مردم عملاً از خود احساس قدرتی نمی‌کردند. بنابراین راحت‌تر بود که قدرت خود رو به مرجعی بالاتر واگذار کنند. اما هنوز یک مسئله باقی مونده و اون بحث مرجعیت قانونه. آیا قانون اساساً نیازی به مرجعیت داره؟ یعنی حتما لازمه که امری مطلق وجود داشته باشه تا قانون بر اساس اون نوشته شه که این قانون تا مدت‌های مدید کارکرد داشته باشه یا نه؟ میشه قانونی بدون مرجعیت نوشت که همون کارکرد رو داشته باشه. البته فکر میکنم با مثالی که زدم این مسئله کمی روشن شده باشه، اما در ادامه بیشتر به اون میپردازیم. همونطور که گفتیم به زعم انقلابیون فرانسوی قدرت مردم قدرتی بود که خارج از قلمرو سیاسی وجود داشت. یعنی نیروی طبیعی بود که مثل گردباد یا سیل همه نهادهای رژیم سابق رو نابود کرد. این نیرو فراتر از انسان به نظر می رسید که از خشونت تجمیع شده انسانهایی که خود رو خارج از هر قید و بندی و هر قسم سازمان سیاسی می دونستن به وجود اومده بود. این نیرو قدرت نبود، بلکه خشونتی بود ماقبل سیاسی. اعتمادی که بین مردم آمریکا در بستن پیمانها وجود داشت، در سایر کشورهای جهان هم وجود داشت، اما نه برای ساخت بنیادی برای آزادی، بلکه برای توطئه. اما نه خود میثاق و نه قول و قراری که گذاشته میشه رو نمیتوان با دوام دونست. مشکل مرجعیت وجود داشت. شکی نیست که قوانین از قدرت مردم و نمایندگان اونها در مجلس قانونگذاری مایه میگیرند. اما این نمایندگان بر اساس چه منبعی قانون مینویسند که برای همه، چه اقلیت یا اکثریت و چه نسل امروز و نسل‌های آینده معتبر باشند؟ شاید باید به خدایان رجوع کرد. اما گویا در دوران باستان نیازی به این کار نبوده. وضع قانون در یونان باستان امری ماقبل مدنی و سیاسی محسوب میشد و قانونگذاری جزء حقوق و تکالیف شهروند نبود. در روم باستان هم قوانینی وجود داشت به نام الواح 12 گانه که محصول مباحثات طولانی بین اشراف و عوام بود که اینها هم الهام گرفته از خدایان نبودند. این الواح حاصل قراردادها و میثاق‌هایی بود که بین اشراف و عوام بسته شده بودند. در میان متفکران قبل از انقلاب هم گویا فقط مونتسکیو بود که لزومی نمیدید امری مطلق، یعنی قدرتی خدایی یا خودکامه رو وارد قلمرو سیاست بکنه. تعریف مونتسکیو از قانون نسبت یا رابطه‌ایه که بین موجودات مختلف برقراره. در نتیجه این قوانین که برای اداره جامعه وضع میشن نسبی هستند. البته مونتسکیو از قوانین طبیعی و دینی هم نام میبره، اما اونها رو مرجع قانونگذاری برای اجتماع نمیدونه. منظور از قوانین طبیعی اون دسته از قوانین هستن که جهان بر مبنای اون کار میکنه، مثل قوانین فیزیک. و منظور از قوانین دینی قوانینی هستن که بین خالق و مخلوق وجود داره و به زعم مونتسکیو مبنایی برای قوانین اداره جامعه نیستند. آرنت نتیجه میگیره که مسئله یافتن امری مطلق
که بتواند به قوانین موضوعه و ساخته بشر اعتبار بدهد بعضاً از حکومت‌های مطلقه به ارث رسیده بود. در واقع اینطور به نظر می‌رسید که مسئله مرجعیت مسئله کاذبه که اگر به مدت قرن‌ها لازم نبود که حکومت‌ها با تایید کلیسا به قدرت برسند و مشروعیت خود را از کلیسا بگیرند وجود نداشت. اما این یک بخش از داستانه. آرند میگه کلمه قانون در دوران قبل از انقلاب کم کم با احکام الهی به یک معنا استعمال میشد. درسته که قوانین رومی پایه و اساس قوانین در قرون وسطا بود، اما به ندایی از جانب خدا تعبیر شد که بشر را از ارتکاب به برخی امور نهی میکنه. اما چون این قوانین و احکام با رضایت و توافق مردمان نبود و مردم باید از این قوانین اطاعت میکردن، پس لازم بود که ضمانتی اجرایی داشته باشه تا الزام آور بشه و برای این کار لازم بود که اعتبار قوانین به چیزی ماورای قدرت بشر برگرده، یعنی به امری مطلق یا الهی، تا مردم به این واسطه از قوانین اطاعت کنند. به عبارت دیگه اینطور استدلال میشد خدایی که انسان را آفریده مانند هر خالق دیگری به محصول خود اشراف بیشتری داره و میدونه که چه چیزی برای انسان بهتره. در نتیجه قوانین انسانی باید از امری مطلق یا الهی سرچشمه بگیرن تا قانون خوبی باشن و چون این قوانین دستوری بوده و نه چیزی که خود مردم انتخاب کرده و بر اساس اون توافق کرده باشن، پس باید ضمانت اجرایی داشته باشن که این ضمانت اجرایی از خداوند می اومده. اما بعدتر معلوم شد که اینها کافی نیستن و باید نظام پاداش و جزایی هم وجود داشته باشه تا اگه کسی به این قوانین عمل کرد پاداش بگیره و اگه عمل نکرد مجازات بشه. این امر یعنی مرجعیت الهی در قوانین هم در فرانسه و هم در آمریکا به رسمیت شناخته شد. آرند می‌نویسه عقلی که به وسیله جفرسون به مرتبه قانون بالاتر ارتقا داده شده و میبایست نه تنها به قانون اساسی جدید کشور بلکه به قانون اخلاقی قدیم هم اعتبار ببخشد، عقل به مفهوم عادی نبود. عقلی بود که خداوند به آن صورت بخشیده بود و در آن اصل به نور خرد موسوم بود و او را پذیرای ندای درون یعنی صدای خدا میساخت و در برابر امر و نهی وجدان اخلاقی لبیک میگفت. در اروپا با ظهور مسیحیت جانشینان مسیح یعنی پاپ‌ها و اسقف‌ها بودند که در ابتدا نماینده امر مطلق در زمین شدند. بعد نوبت به سلطنت مطلقه پادشاهان رسید که خود را نماینده خدا روی زمین معرفی می‌کردند و در آخر سلطنت مطلقه جای خود را به حاکمیت مطلقه ملت داد. در آمریکا اما با اینکه در عمل امر مطلق وجود نداشت، یعنی سازمان سیاسی بر اساس پیمانهای متقابل بین مردم ایجاد شده بود، اما در عالم نظر امر مطلق هنوز حضور داشت و آمریکایی‌ها در عالم نظر نتونستن از امر مطلق رها بشن. آرند معتقده که علت ثبات نظام سیاسی آمریکا نه اعتقاد به امر مطلق بود و نه امید به پاداش و کیفر روز قیامت و نه بدیهی بودن حقوقی که در ابتدای اعلامیه استقلال آمده، بلکه ریشه در این داشت که عمل بنیادگذاری مرجعیت ایجاد کرد. یعنی همین که قانون اساسی به تصویب رسید تبدیل به مرجع شد و به قولی مردم قانون اساسی را کورکورانه پرستیدند. بنیادگذاران آمریکایی برای ساخت حکومت به نهادهای سیاسی روم باستان رو کردند. در روم مرجعیت نه با قوانین بود و نه قوانین اعتبار خود را از مرجعی بالاتر می گرفت، بلکه مرجعیت با سنا بود. اینکه آمریکایی‌ها یکی از مجالس قانونگذاری خود را سنا نامیدند ریشه در همین سابقه داشت. اما مرجعیت رو به سنا ندادند، بلکه مرجعیت به قوه قضاییه اعطا شد. آمریکایی‌ها با این کار نشون دادند که تمایز بین قدرت و مرجعیت رو به خوبی میفهمند. مرجعیت رو به قوه‌ای دادند که نه قدرت داشت و نه اراده و تنها میتونست داوری کنه و در نتیجه ضعیف‌ترین قوه نیز بود. قضات دیوان عالی آمریکا قدرت ندارند، اما مادام العمر در این سمت هستند و همین نمایانگر مرجعیت اونهاست. مرجعیت در آمریکا به شیوه حقوقی و از طریق تعبیر و تفسیر قانون اساسی عمل میکنه. آرند در صفحات بعد به تأثیراتی اشاره میکنه که بنیادگذاران آمریکایی از نهادهای سیاسی روم گرفتن که یکی از مهمترین اونها همین لفظ بنیادگذاریه
که نه تنها امروزه بلکه در اون زمان هم بنیادگذاران آمریکایی خود رو به همین نام می‌خواندند. رومیان اعتقاد داشتند که بنیادگذاری باید با توسعه و نگهداری همراه باشه. یعنی نسل‌های بعدی باید با زنده نگه داشتن عمل بنیادگذاران آمریکا یا پیشینیان خود هم در توسعه این روند شریک باشند و هم در نگهداری اون. و نکته اینجاست که عمل بنیادگذاری آمریکا رو به نحوی میتوان همان تهیه سند قانون اساسی دونست. یعنی هر دوی اینها یکی هستند و به زعم آرن تا هنگامی که در بحث از مسائل مرتبط با قانون اساسی واقعه مذکور، یعنی آن عمل آغازین، از یادها محو نشده است، مرجعیت و اقتدار جمهوری پابرجا خواهد بود و کسانی که کمک میکنند عمل بنیادگذاری از خاطره ها محو نشود همان قضات دیوان عالی آمریکا هستند که این یادگار رو از نسلی به نسل بعد انتقال میدن. در واقع در آمریکا امر مطلق تبدیل شد به عمل بنیادگذاری یا آغازین نو. ما در اینجا به پایان اپیزود 4 از پنجگانه انقلاب رسیدیم. در قسمت بعد که آخرین اپیزود از این مجموعه است و به زودی منتشر خواهد شد، درباره فصل آخر کتاب که به میراث انقلاب میپردازه خواهیم پرداخت. امیدوارم از مطالبی که تا اینجا گفته شده استفاده برده باشید. در پایان از همه دوستانی که در ساخت این قسمت به من کمک کردند تشکر میکنم و تشکر میکنم از همه دوستانی که با پیام‌های پرمهرشون و حمایت مالی از پادکست به تداوم کار این پادکست کمک کرده و میکنند.